بینندگان عزیز، ما در درآمدگاه بازار کاروان در آن قسمتی که از شهر قرغان‌تپه وارد شهر دوشنبه می‌شوید ایستاده‌ایم و اون طوری که ما می‌بینیم بازار امروز سیرآدم است، زیرا دروازه‌های یکم، دوم، سوم، چهارم و پنجم آن برای خریداران باز شده است و امروز اونجا خیلی سیرآدم است، سرخریدار است. غیر از این قسمت چپ بازار اون طرف ابتاب یا که عمده فروشی طرف چپ بازار نیز فعال است و اونجا مورد بهره برداری قرار دارد و مردم در اینجا خرید و فروش دارند و صاحبکاران نزد دکان‌های خود ایستادند و منتظر خریداران هستند. اما در اون قسمتی که ما همین حال حاضر بازدید کردیم، یعنی دروازه هایی که آتش گرفتن روز شام یکشنبه، دروازه ششم و هفتم بازار، اونجا در درآمدگاه اونجا کارمندان امور داخلی ایستادند و اصلا عبور و مرور ماشین ها را اجازه نمیدن و حتی وقتی که هر پیاده‌گردی هم هر مسافری هم که میرود اون را نگاه میدارن و میپرسند و اجازه نمیدن که وارد این دروازه ها شوند. و وقتی که ما از بیرون با اونها نگاه کردیم به این دروازه ها، در اونجا تنها آدمان ایستادند که پرتاب های سوختگی را به بیرون میکشانند و از اون دکان ها تنها یک مشت خاک باقی مانده است و دیگر تمام. و طوری که مقامدار شهر دوشنبه و هم صاحبکارا در صحبت با ما گفتند، حالا فعلا دوره برقرارسازی این قسمت ها، این دروازه بازار رفته ایستاده است و در نظر است که به صاحبکارا کمک های مالی شود و کمک های رایگان برای برقرار کردن دکان هایشان انجام داده شود و انتظار می رود که در روزهای نزدیک این دکان ها دوباره برقرار شوند و صاحبکارا دوباره به فعالیت شروع کنند. همین طور حالا در درآمدگاه بازار کاروان حتی راه ماشینگر هم از طرف چپ و هم در طرف راست ممنوع است، مسدود است و هیچ ماشین عبور و مرور نمی کند و ما در این نقطه ایستادیم که و با چشمانم می بینیم که تنها پیاده‌گردا رفو می کنند و دیگر تمام.